میرم. آقا یه چیزی رد شو. سلام، خیلی مخلصم. کوچیک همتون حامد تبریزی هم کنار آقا مهدی امینی، آقا مهدی تبریزی بزرگای من. قرار یک اتفاق خفنی رخ بده. چیه؟ بچه‌ها دور آتیش نشستن، شب نشینی داریم، سیب زمینی انداختن داخل آتیش، اشغال دارن میکنن. ما میخوایم بریم کنارشون، یعنی با همه هماهنگ کردیم به جز مرتضی نمیدونه داستان چیه. قرار راجع به ارواح و جن صحبت کنیم. یک شب ترسناکی رو واسه مرتضی قراره رقم بزنیم و با دو تا از دوستان قبلا هماهنگ کردیم که توی راسته هایی که بازم میگم اونجا رو مشخص کردیم ملافه سفید بکشن رو سرشون و نقش ارواح یا جن رو بازی کنن. میخوایم انشالله که اتفاق خاصی نیفته، فقط یک ترس کوچیک باشه، ولی میخوایم یکم مرتضی رو بترسونیم. انتظار از شما دارم که تا آخر نگاه کنین، اتفاقای خفنی میخواد رخ بده. ناگفته نباشه که این ملک هم جن داره. آقا مهدی بگو باید چیکار کنم؟ سابسکرایب یادتون نره، لایک کنین، کامنت بذارین. کامنتتون خیلی مهمه برامون، میخونیم و ازش ایده میگیریم. خیلی مخلصم. بریم که داشته باشیم چه اتفاق میفته. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم. امید بر اینه که همیشه لبخند روی لبتون سبز باشه. کنار دوستان عزیز دل و همیشگیم اومدیم کنار آتیش، شب نشینی داریم. سیب زمینی قراره بندازیم داخل این زغال داغ و سرخ و اینکه همین دورم بشینیم و خاطره تعریف کنیم و گفتیم این خاطره تعریف کردن رو به تصویر بکشیم. میذاره تو چشه و شما با ما چی میگن؟ همراه باشید، لایک یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره. افتخار آقا حامد. مرسی. میخوایم کلی خوش بگذرونیم، بخونیم ایشالله. باشی من رو هوام، تو دوایی دوام، تو دنیا رو نمیخوام. عاشق شدن راه با صفایی داره، غم و بیقراری داره، دوست داره هر کاری میکنی دلش سراغی نداره. مثلا تو دوربین برم داره ای وای اینه دونه صدام کن صدای تو لالای بچگیمه، صدام کن یه قسم از عشقای نصف نیمه، صدا کن به جون چشات دیگه جون ندارم نمیشه، مگه میشه اونی که زندگیشه مرسی که همه حفظ بودن. افتخار بچه ها. سن و سال بچه ها یه جوریه که کوچه های شهر، کوچه های شهر خالی داره پر میکنه پله یا کوزا سالان ستم قاپوز همه با سالان قاپوز به به. مرسی. دست بزنید تو طاقاتی دیلم هر گلن ایلم ای lüzün öpüm ben ki özgə deyiləm tutaqati deyiləm hər gələnə eyləm ey lüzündən öpüm ben ki özgə deyiləm bu qala daşlı qala cıngılı daşlı qala qorxuram yar gec gələr gözlərim yaşlı qala ürəyim dərdli qala Qızıl gül olmayaydım, saralıp solmayaydım Bir ayrılık bir ölüm, hiçbiri olmayaydım Qızıl gül olmayaydım, saralıp solmayaydım Bir ayrılık bir ölüm, hiçbiri olmayaydım Bıgala daşlı gala Cıngılı daşlı gala Korkuram yar geç gele Gözlerim yaşlı gala Yüreğim dertli gala
Tut yemedim doyunca. Bir kız sevdim Tebriz'den, danışmadım doyunca. Tut ağacı boyunca, tut yemedim doyunca. Bir kız sevdim Tebriz'den, danışmadım doyunca. Gala daşlı gala, çıngılı daşlı gala. Korkuram ya geç gelen, gözlerim yaşlı gala. Yüreğim yaşlı gala. Maşallah. قربون همتون بشم خوش اومدید قربون همتون. آقا حالا باب این تو موزیک بودیم. من الان داخل بودم داشتم میومدم داشت میاد یه لحظه صدا اومد. حالا ما هممون اعتقاد داریم بچه مسلمونیم. رفته بودم سرویس بهداشتی یه لحظه صدا اومد. بعد یه لحظه فکر کردم چون چند تا خاطره و چند تا حرفای بچه‌ها رو شنیده بودم. من حالا واقعا راست حسینیش ندیدم. بیام بگم آی من دیدم و فلان اعتقادم داریم ولی خب ضد و نقیض چیزایی شنیدیم. من یه لحظه یاد این خاطرات جن و ارواح افتادم. یه لحظه آدم خوف برش می‌داره. داشتم میومدم بیرون الان. بعد گفتم آقا اینجام چوب و فیلان و بیسال و وسط باغ و فلان. کلا اینجا باغ شهر نیست یا آدم خب یکم طبیعیه نه؟ هستی و قدیم هست واقعا؟ مثلا زمانی که شب شما دور آتیش جمع میشی خب جنا هستن دیگه درست اونا هم میشینن دور آتیش. آره کنار ما الان داره. آقا من خاطره دارم. ما دوران مدرسه راهنمایی ما رو از اردو بردن ابیانه سمت کاشان. اصلا شهرش کلا قرمزه. هم شنیدید یا نه ابیانه؟ در کرونا قرمز شده؟ نه کل شهرش درخت اینا همش قرمزه. بعد ما رفتیم اونجا گفتن اینجا شهر جنه. بعد ما بودیم بابا نه بابا چی. شب داشتیم میخوابیدیم بعد همه دانش آموز همه با هم میخوابیدیم دیگه. آقا معلم پرورشمون اومد تعریف کند این شهر و اینجور چیزا شروع کرد گفت اینجا قدیمی و جنم وجود داره و اینجور چیزا. من گفتیم نه بابا. آقا ما اومدیم بخوابیم و خدا شاهد یه سنگ خورد به شیشه اصلا موقع بدنم سیخ شد دیگه بقیه‌اش نه خیلی نه وجود که داره 100% وجود داره ولی برمیگرده به خیلی قبل. الان دیگه هم خونه ها خیلی بهتر شده. الان من میگم یه صدایی اومد انگار یکی اومد قدیم به شیشه قدیم و ندیم شدی میگم بگو بسم الله میره. نه حالا یه چیزی بسم میگم یکی الله داره من الرحمن حالا نمیخوام جواب بدم الان میگم داداش میگه الان انگار یکی داشت به اینطوری زد به شیشه چند بار. بعد گفتم جانم کیو فلامسا بعد شیشه بود که اصلا اونور آدم نمیرون پشت. حالا نمیخوام جواب بدم الان مثلا کلا از جن نمیترسم داداش. الان مثلا بحث جن و میندازی جن پشت سرت. آره. نه ولی آقا هر عرضه یه بری تقاضاش میاد. ما الان داریم عرضه رو میدیم. میام. دیدی مثلا میاد آقا. ببین دیدی چه نمیدونم جشن گربه ها رو شنیدی؟ گربه جن دیگه. گربه مشکی جن میشه تو گربه مشکی کلا قدیم میگه. مثلا شبا مثلا جشن میگه من یه فوبیایی دارم. فوبیا چیا؟ نه چیزی نیست آخه نه فوبیا کجایی؟ اجازه میترسی؟ آره داشتیم میخوندیم خب رسول داشت میخونیم بیا. میخوند داشتیم اش میکردیم. آمتی داره حرف میزنه وسط حرفش. نه دیگه خب بعدش آمتی ادامه حرفتون. ببخشید. روزون پاک چادیا. بزرگتر کوچیک‌تر کجا رفت؟ ولی من داره جن. خیلی تعریف. اینجا داره. اینجا زیاد داره. اینجا جای مردمه ما نمیدونیم چه جوریه. باید بپرسیم مردم. رفته بود آبیاری همین سمت پایین باغات پایین. بعد آمتی موقع آبیاری ساعت 4 صبح بوده. یکی میزنه پشتش. یعنی که میگم واقعیت ها یعنی قسم میخوردش. یه ذره پایین‌تر باغای پایین. رفته بود باغش آبیاری کنه. بعد این که میزنه پشتش میبینه یه جسم بزرگ میبینه. بعد میدوه میره سمت خونه. وقتی که رسید خونه تا یه هفته خونه افتاده بود از ترس اون جنه. تب کرده بود اصلا از وحشت افتاده بود تو خونه. ولی به خدا اگه آدم به ترسه میاد کردن شاید صبح توی باغ. نه من چه الان که خودم الان یه خاطره بهت بزنم یه ذره آب دارین بریزی تو آتیش. آره بسم الله نگو بریز خب اصلا ناخواسته میاد. من شنیدم چند نفر دور هم باشه اصلا نمیاد. میگم با آدما کاری ندارم. حالا راست میگن چیزی میزی داشته باشه نمیاد. آهنی سوزنی. من قابم آهنیه. من قابم آهنی. یه بنده خدای خدا سر شده و احد و واحد اینا خالی بندی نیست. باز یه بنده خدا میگه که سمت نهابند
میگه که آقا میگم سمت اینجا ها مثلا آره رفیقم میگه که آقا ما رو اینجا بین دو تا چیز برمیگشتیم، بین دو تا شهر نهابند بغلاش بود. یه داشتیم برمیگشتیم، یه داشتیم میگفتیم میگه باباهامون میگه مثلا این روستا خیلی مثلا جن است و فلان و بسار. خب آدم یه نفر میبینه توهم میزنه، میگه 3-4 نفر اعضای اون ماشین خدا سرشدیم جدی دارم. میگه آقا دیدم این داستان مثلا 1 ماه پیشه. یه دیدم آقا سر جاده وسط جاده میگه یکی بود با حالا من سوم میگه چشای قرمز خدا سرشدیم دارم. میگم تاکید میگم راست رو آقا نه به خاطر فیلم برداری هم دارم. بعد میگه آقا میگه که جوری که راننده فکر کرده آدم زده. من دو تا از سرنشینا فکر کردم از تن این رد شده هستن. میگه آقا وقتی ترمز زده یکی از دوستان ما گریه کرده توی ماشین. این صحنه رو دیده. راننده ترمز کرده بعد 10 متر وایساده و نگاه کرده ببینه کی رو زده. 4 نفر این اتفاقو دیدن. و به نظر من که هست بودنش. من این بزرگی شنیده بودم میگن تو خونه که زن باشه جن میاد. نمیدونم مرد باشه میگن اصلا آتیش شد. نه میگه آتیش شد مثلا چند تا جوون دور آتیش بشنن و صحبت کنن آتیش بدن دورش جمع میشن فقط شبا اصلا روز اصلا نمیاد. هم دی وقته بریم داخل بشیم. بعد ناخواسته اگه به چشمیانه مثلا یه دفعه گربه مشکی هوا یاد می‌کنیم کجا بریم داخل. گربه مشکی اصلا باهات رفیقن کاری نداره. آقا بهش غذا میدیم مثلا گربه رو بزنی یا مثلا رو آتیش بدیم اون موقع میشن دشمنت. مثلا میان اذیتت میکنن. خب کسی رو اذیت نکنی کسی کاری نداره. آقا این زیاد گربه میزنه. نه ولی جدی میگم هیچ چیزی بی ادبی نکن، صلوات بفرست، بسم الله بگو. اگه میترسی ولی به من خودم من ندیدم، منم میترسم. اینجا ما گربه غذا میدیم، این مشکی هم هستش. آقا من یه پیشنهادی داشتم واسه هیجان کارمون، یه پیاده روی خوشگل داشته باشیم تو این جاده. آره من دوست دارم. آره من خیلی اینجا رفتم. هر کی موافقه با من دستشو بالا ببره. بچه‌ها یادم دارم میگم تمرین کردم. منم باهات بمونم. تو تمرین کنی؟ نه با مرتضی بمونم. مرتضی می‌خوای بمونی؟ نه من نمی‌خوام. می‌خوای بیای یا می‌خوای بمونی؟ مرتضی آقا همگی با هم بریم. تو تنها بمون دیگه. داداش بریم یکم میگم داره بلاک بگیره. چند ساعت که صبح میشه هوا روشن میشه. یه چیز بگم داریم فیلم میگیریم. این یه اتفاقی رو می‌خوایم. بابا میگم می‌خوایم فیلم داریم میگیریم. مثلا هیجانش حال میده. خودش مگه میشه بیفته؟ آقا این خودش مگه میشه با اون وضع بیفته؟ ما به امر نیک میپنداریم و اتفاق قشنگ میتونه باشه. بریم یه دور بزنیم پیاده روی 20 نفر آدم مرد داشت. بریم این بالا رو 2 تا گروه بشیم. خب 2 تا گروه این موقع شب مثلا الان نکردیم هشتی هر کی ما رو ببینه از ما میترسه. تو دارید از چی میترسی؟ بابا من هستم. بابا تو آمتی بیا. نمیدونم میخوایم ما بریم مرتضی بمونه. مرتضی تو بمونی ما داریم میریم. آقا ما بریم یه چرخی تو اینجا بزنیم فیلم بردار ما میاد به خاطر اینکه نور بیرونم کردن با چراغ قوه گوشیامون میای با ما یا نه بمونی بریم باش میریم بیرون و یه قدم میزنیم ببینیم چه خبره. تو گروه میشیم ببینیم چه خبره. از قبل با رسول هماهنگ کردیم که این لباسا رو بپوشه بیاد سر این جاده وایسه. بچه‌ها قراره از پایین بیان به سمت ما که مرتضی رو بیارن. رسول یهو از جلوشون رد شو. دنبایاش خوشگل از این دنبایاش. بچه‌ها یه دفعه نترس سکته کنیم. اصلا دنبایا چقدر قشنگه. ببخشید جای دنبایی میپوشه؟ سم داره. دریزی گفت. بستمه. و همونطوری که میبینین چند تا از بچه‌ها زودتر از ما رفتن بیرون بچرخن. ما هم با هم دیگه داریم میچرخیم و داریم اونس میگیریم با محیط دور و برمون ببینیم خبری هست اتفاقی میخواد بیفته چیزی ما میخوایم ببینیم یا اینا همش خرافاته. خب نه اینجا از قدیم بود مشخص اصلا باف قدیمیه. باف قدیمی است. آقا متدادی اذیت می‌کنه. نه همینجا از روش کنیم داره. نکنم بابا هیچ چی شد؟
چته؟ ها؟ ولی خدا باشیدی صدای اومد. آره. شاید بچه ها رفتن بودن تنها برگردیم بابا تو رو اول نه هیچی نگو. تو واقعا داره صدا میاد بابا صدای شبا اینجا چیز هست ماما تو رو خواهد آقا میگم صدا میاد. میشه سکوت کنی؟ میشه ساکت باش؟ میشه ساکت باشی؟ یا هیجانش خوبه هیچ بلم کن بابا مرتضی زشته صدا شنیدم ساکت بابا نمیشنوید؟ نه شغاله خب شغاله بابا خود حمیده به خدا منم دهن سرویس دیگه فیلم بازی میکنم تو هم چه داری؟ بابا نمیشنوید؟ داداش صدای شغاله آقتی همین بیا بابا شغال آمد چو جان تا نداره دیگه نداره منم بابا همش قفلی زده من. بابا یه دقیقه تو رو اول آقا همینی بابا یه دقیقه ساکت باش بابا سایه خودت آقا نکن بابا یا حسین یا حسین آمد از این برسه آمد واقعا سینا بیا قرآن همینی حالا بیا داشت ما همه داریم میترسیم بیا ای دیگه ای چیه؟ به قرآن دیدم به خدا دیدم بابا یه چیزی رد شد آمد آمدی نه بلند شو داداش بلند شو آمد تو رو قرآن آمد چیه؟ آمد تو رو اول بابا با ما نیستم بابا یعنی چی با ما نیستم؟ من میرم جلو نگاه کنم یارو از منو بگی فقط تو من تکون نخور بابا درخت داره نگاه میکنه بابا نگاه کن میمونه بیا بابا چه میمونی موقع هیچی بابا من پا نمیتونم مرتضی رسوله آب نمیبردید؟ یا دیگه بابا رسوله مرتضی شوخی لاگ بود دمپایشو باش کن دمپایشو مرتضی شوخیه مرتضی چته؟ مرتضی با تو هم داداش برو تو یا مرتضی رسوله آب بده دیگه آب بده آب نمیبردی؟ قد کن نگاه کن یه جلو نه رسوله مرتضی نگاه منم بابا قطع کن اینو دیگه مینداز ببینه منم مرتضی با تو هم داداش آب نداری کسی؟ نه با بریم بیرون مرتضی بابا مرتضی دورشو خلوت بابا من گفتم نه هیچی نیست
بلندش کنیم آقا محمد بریم ویلا. بیا باهاش هم بگیریم بریم. داش دیگه بلند شو. بچا همه دست آقا همه دست بندازین. بلند کن. قطع کن فیلمو دیگه. قطع کن داداش قطع کنی بس با تو همه. نمیشه. اول از همه از مرتضی عزیز معذرت خواهی میکنم مجدد البته. دوم از شما که این فیلمو شاید دیده باشین و آزرده خاطر شده باشین و سوم چیزی رو یاد گرفتیم که شاید شماها بهتر از ما میدونستین و با شما به اشتراک گذاشتیم که هیچ موقع شوخی نکنین و شوخی بهش میگن خرکی. ما پشیمونیم و از اینکه حال مرتضی بد شد خیلی ناراحت شدیم و الان حال خودمونم زیاد خوب نیست. بازم از مرتضی نازنین عذرخواهی میکنیم و انشالله که بتونیم از دلش در بیاریم. ما رو بخشیده ولی خب ما ناراحت کنیم و لطفا هیچ موقع این کارو نکنید. هیچ موقع این کارو نکنید. خیلی بده و خیلی مخلصیم دیگه. ما رو دنبال کنین اگر دست ما ناراحت نیستین. منتظر اتفاقای خفن‌تر، کلیپ‌های قشنگتر با جمع خیلی مشتی با این رفیقا ما حال میکنیم. دمشون گرم کنار ما هستن. میخوایم بهتر کنیم دیگه فضای یوتیوب. سابسکرایب، لایک، کامنت، شیر یادتون نره. با مرتضی خودت یه پیلاخی نشون بده. لایک نشون بده. قلب من داشت دور آقا به افتخار مرتضی هم بزنی بابا. اشتغل مرسی.